یه موتور داشتیم توی یالووا قبل اینکه هم یوتیوب اینا رو شروع کنیم. یه دوست داشتیم ما افغان بود آخه این گفتش که آره ما داریم قاچاقی میریم یونان. این یه موتور داشت که باش میرفت سر کار. گفت بیا این موتورم، ما که پول نداشتیم بخریم من که. گفت این موتورم هیچکی از من نمیخره، یه این موتور برای شما. اصلا موتور سواری بلد نه آقا. ببین موتوره یه موتور بود مثلا بهت بگم شاید 3 متر موتور بود دراز. قرار شد بریم باشگاه. آقا ما کیسه باشگاه مثلا کوله پشتینا نداشتیم که مثلا پوله مثلا ست نایک و اصلا کیف نداشتیم. اصلا کیف نداشتیم. کیسه آشغال لباسامون رو ریخته بودیم پشت این موتوره این دوزا. و اینم لنگاش دراز بودم موتور اینا خوندک میشه. اینم یه کلا بافتنی میذاشت تا ابروهاش. من آجه انقدر سوز میومد. اینه بابای نقی معمولی. آقا خلاصه ما رفتیم باشگاه اینا. مربیه پسر بود اون موقع. بعد یه پسره گفت هیکلی هم حالا کاری دارم کیسه آشغاله لباساتو گذاشتی قایقو چجوری میرونی. روغن ریزی داشت. اینه حاجی اینه هری پاتر باشه اون تو. بعد گاز میدادی ببین دود بعد دوده روغنی و چرب بود میموند.